سلام، به کانال کارنامه برتر خوش اومدید. امروز توی این ویدیو میخوایم در مورد شیوه درست درس خوندن صحبت کنیم. چطوری باید درس بخونیم که خیلی راحت، خیلی زود فراموش نکنیم. اگه تازه به کانال ما اومدین، من و همکارم توی این کانال براتون مهمترین نکات درس خوندن، امتحانات نهایی و کنکور رو میذاریم. البته در کنارش ویدیوهایی رو داریم که مطالب بروز روانشناسی رو براتون میذاریم که در کنار درس خوندن خیلی براتون مفید و کاربردیه. همه ما حدود 12 سال مدرسه درس میخونیم، چندین سال دانشگاه درس میخونیم، اما خیلی کم پیش میاد که یه دبیر یا استادی بخواد در مورد شیوه های درست درس خوندن برای بچه ها صحبت کنه. معمولا معلم سر کلاس همون درسی که مربوط به خودش هست و میده و تموم میکنه و بچه ها فقط با یک روش درس میخونن و معمولا هم نتیجه خوبی نمیگیرن. خیلی قبلتر از این بچه ها کتاب ها رو چند بار میخوندن، چند دور مرور میکردن، ولی بازم نمره عالی نمیگرفتن. یعنی یه موقع حتی مثلا بچه ها میگفتن من برای امتحان کتاب رو 10 دور خوندم ولی بازم نمره عالی نداشتن. پس اگه هنوزم داری کتاب رو فقط چند بار مرور میکنی و هیچ کار دیگه ای انجام نمیدی برای امتحان، بدون که این روش خیلی قدیمیه و اصلا فایده ای نداره. طبق تحقیقاتی که برای روش‌های مطالعه انجام شده، مطالعه درست و اصولی که باعث میشه شما دیرتر فراموش کنید، یه سری قواعد و اصول و تکنیکایی داره. خیلی از بچه‌ها حاضر نیستن که این روش‌ها رو امتحان کنن، به خاطر اینکه نگران اینن که زمانشون رو از دست بدن، وقتشون هدر بشه و همون چند دور مرور کردن کتاب رو انجام میدن و روش‌های جدید رو هیچ وقت امتحان نمی‌کنن. اما مطمئن باشین که بعد از چند بار امتحان کردن این روش‌های جدید مطالعه تازه متوجه میشید که میتونید با کارایی کمتر، با ساعت مطالعه کمتر خیلی بازدهی بهتری داشته باشید. لازم نیست که این همه خودتون و ذهنتون رو خسته کنید، شب امتحان شب تا صبح بخواید بیدار بمونید و تهش هم هیچ نمره خوبی نگیرید. میبینید که با همین روش‌های جدید میتونید ساعت مطالعه‌تون رو کمتر کنید ولی نمره‌ها و بازدهی خیلی عالی‌تری داشته باشید. اولین مرحله طبیعتاً خوندن کتاب درسیه. یعنی شما تو کلاس درس که دبیر بهتون درس رو تدریس میکنه و بعد شما حالا خونه و سالن مطالعه اون درس رو از روی کتاب میخونید. اما یادتون باشه که این خوندنی که برای مرحله اول داره انجام میشه واسه اینه که شما کلیتی از اون موضوع تو ذهنتون داشته باشید. پس حفظ کردن توتیوار دفعه اول اشتباه ترین کار ممکنه، چون ذهن هیچ نقشه راهی نداره و شما دارید به زور یه سری مطالب رو وارد ذهنتون میکنید که ذهن شما در برابر اونا داره مقاومت میکنه. پس برای اولین بار فقط متن کتاب رو بخونید و متوجه بشید که موضوع چیه. حالا مثلا متن اون درس رو مثلا ممکنه 5 صفحه درس داده باشن یا یه فصل کامل رو درس داده باشن، فرقی نمیکنه. شما باید برای اولین بار یک دور کامل تا انتها اون مطالب رو بخونید و نیاز به حفظ کردنش نیست. یه موقعی ممکنه که شما این مرحله رو اجرا کنید، یعنی یه دور از رو کتاب بخونید اما چیزی متوجه نشید و تدریس دبیر رو هم اصلا متوجه نشدید سر کلاس. پس حتما تو همین مرحله اول برید سراغ فیلم‌های آموزشی. تو سایت‌های مختلف، یوتیوب، همه جا فیلم آموزشی الان زیاده و خدا رو شکر کیفیت فیلم‌های آموزشی و فیلم‌های مجازی چند سال اخیر خیلی پیشرفت کرده، خیلی بیشتر شده و دیگه نیازی نیست که بچه‌ها حتما معلم خصوصی داشته باشن. تو همین سایت‌ها شما میتونید یک کلیتی از اون درس رو داشته باشید. پس این میشه مرحله اول که دنبال یادگیری اولیه هستید. شما تو این مرحله دنبال این هستید که یه کلیتی از اون درس تو ذهنتون برای خودتون ایجاد کنید. تو مرحله بعد وقتی که شما احساس کردین یادگیری اولیه شکل گرفته، میریم سراغ خلاصه نویسی و نوت برداری. لازم نیست که حتما 100% مطالب کتاب رو یاد گرفته باشید که بخواید به سراغ مرحله نوت برداری. همین که حدود 50% 60% از مطالب رو متوجه شده باشید، یک کلیتی تو ذهن شما شکل گرفته باشه کافیه و شما میتونید که این مرحله رو انجام بدید. تو مرحله خلاصه نویسی شما حتما باید روش‌های درست خلاصه نویسی رو بدونید، چون برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه من روش‌های درست خلاصه نویسی رو نمیتونم خیلی کامل توضیح بدم، ولی شما حتما
سرچ کنید و روش ها و اصول نوت برداری، اصول خلاصه نویسی رو سرچ کنید، چون قرار 30 صفحه 40 صفحه مطلب رو وارد 3-4 برگه خلاصه کنید. پس باید حتما مطالبی باشه که کلیدی هستن، مطالبی که واقعا کاربردی هستن و مطالب اضافه رو از کتاب وارد خلاصه و نوت هامون نکنیم. بعد از اینکه با یه روش درست و اصولی خلاصه نویسی کنید، متوجه میشید که یادگیری شما در حال کامل شدنه. متوجه میشید که چقدر مفهومی تر دارید مطالب رو متوجه میشید و یاد میگیرید. پس ما توی این مرحله علاوه بر این که در حال خلاصه نویسی و نوت برداری هستیم، داریم کتاب رو برای دومین بار میخونیم و داریم یه سری از مطالب رو حفظ میکنیم. حدود 80-90% مطالب رو شما حین خلاصه نویسی باید حفظش کنید. ممکنه این مرحله یه مقدار طولانی بشه و زمان زیادی رو از شما بگیره، اما مطمئن باشید که مطالب خیلی خیلی مفهومی تر و عمیق تر وارد ذهن شما میشه تا اینکه بخواید برید دوباره کتاب رو فقط توتیوار بخونید. خب تا اینجای کار ممکنه که یه عده از دانش آموزا و بچه‌ها بگن که ما تا این مرحله رو همیشه انجام میدادیم ولی بازم نتیجه خوبی نمیگرفتیم. یعنی یه تعداد از بچه‌ها کتاب رو میخوندن، خلاصه نویسی میکردن و چندین بار اون خلاصه و کتاب رو مرور میکردن. اما مهمترین مرحله سومه، مرحله پرسش و پاسخ. این مرحله به 2 تا روش میتونه انجام بشه. اول اینکه شما خودتون برای خودتون یه سری سوال طرح کنید از خلاصه هایی که نوشتید، از کتاب درسیتون، هر سوالی که به ذهن خودتون میرسه. حتما اگه میخواید خودتون سوال طرح کنید از انواع مختلف سوال استفاده کنید. مثلا سوالهای کلی بپرسید در مورد اینکه مثلا عنوان این درس در مورد چه موضوعی میخواد صحبت کنه، سوالات جاخالی، 4 گزینه‌ای، انواع مختلف سوال رو برای خودتون طرح کنید. یا اینکه میتونید از نمونه سوالهایی که تو گوگل هست، تو سایت های مختلف هست استفاده کنید. حل کردن نمونه سوالهای مختلف به شما یاد میده که هر مبحث چطور ممکنه سوال بیاد، چطور ممکنه تو امتحان ازش سوال طرح بشه. پس شما یک مطلب رو دارید به روش‌های مختلف جواب میدید. مثلا ممکنه که شیمی عالی رو، یه قسمت از شیمی عالی رو یک بار تشریحی توضیح بدید، توی نمونه سوال دیگه سوالات 4 گزینه‌ای رو بخواید جواب بدید، توی نمونه سوال دیگه‌ای بخواید سوالای مثلا جاخالی رو جواب بدید. پس میبینید که چقدر با روش‌های مختلف که شیمی عالی یا هر مبحث رو که دارید وقتی پاسخ میدید، وقتی به اون سوالات جواب میدید، چقدر این مطلب برای شما یادگیریش کاملتر شده. طبیعتاً فراموشی اینجور مطالب خیلی خیلی دیرتر انجام میشه نسبت به مطالبی که شما فقط خودتون از روی کتاب 10 دور یا مثلا 5 دور خونده باشید و نتیجه خیلی بدتری رو مطمئن باشید تو امتحان بگیرید. پس حتما مرحله نمونه سوال انجام دادن و پرسش و پاسخ رو حداقل 1 روز قبل از امتحانتون انجام بدید. این کار باعث میشه که نمونه سوال‌های مختلف و سبک‌های مختلف سوال رو ببینید و برای امتحان خیلی آماده تر بشید. خب بعد از این که شما مرحله سوال حل کردن رو هم پشت سر بذارید، اون موقع متوجه میشید که دقیقاً کدوم قسمت‌ها رو مشکل دارید. مثلا برای درس دینی متوجه میشی که درس 3، 4، 5 رو هنوز خوب یاد نگرفتی. برای درس شیمی مثلا متوجه میشی که هنوز تو فصل 2 یه مقدار تو مسائلش مشکل داری. خب طبیعتاً برمیگردی فقط همون قسمت ها رو میخونی، فقط نمونه سوال باز از همون قسمت حل میکنی، یا حتی متن کتاب درسی رو خیلی دقیق تر از همون قسمتی که مشکل دارید میخونید. پس برای امتحان خیلی کارتون راحت تر میشه و فراموشیتون خیلی کمتر میشه. اما اگه مطالعه بین ترم رو دارید انجام میدید و فقط صرفا برای امتحان نیستش، شما باید تکرار داشته باشید و تثبیت انجام بشه تو مطالعه شما. یعنی شما مثلا اول هفته شنبه، یک شنبه این مطالب رو میخونید، خلاصه برداری میکنید، دوباره آخر هفته این کار رو انجام بدید، اون خلاصه ها رو دوباره مرور کنید، یا مثلا آخر هفته یه نمونه سوال حل کنید و اونجا متوجه میشید که دقیقاً کدوم مطالب هنوز تو ذهن شما هستش و کدوم مطالب رو فراموش کردید. پس خیلی زمان کمتری از شما میگیره که بخواید برگردید و فقط همون قسمت رو از کتاب دوباره بخونید. با این روش مطالعه جدید مطمئن باش که نتیجه خیلی بهتری رو تو امتحاناتت میگیری. اگه سوال دیگه در مورد امتحانات نهایی یا کنکور داری، تو کامنت ها میتونی از ما بپرسی.